بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. همدیاران عزیز، جوانان امت محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم، از پروردگار منان دعا میکنم که پروردگار اون ثوابی که پیامبر اکرم برای ما و شما گذشت کرد که هر کسی اگر که جنازه را بخونه و تا سر قبرستان بروه، همون ثوابی اجر گفتگی را پیغمبر در نامه اعمال ما و شما خدا نوشته بگرداند. جوانان عزیز، از این جنازه آمدن من میفهمم که این برادر ما که امروز دنیا را پدرود گفت، فردا این ملک الموت به روحی به جان قبض یکایک ما و شما میباید. ما باید از این قبرستان، ما باید از این مرگ برادر قبل از آن رفتن که با خود ما باید چی بگیریم که این برادر ما اینم به خودش حیات داشت، بعدی کرانتین به خودش بسیار چیزا داشتک، آرزو حواسا داشتک، لکن یک چیز میگم برادرها که این مرگ برباد میکنه اون آرزوها تا. برای چی میگن؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. نفسای خودتان را حسابات بکنید قبل از آنه که ملک الموت به قبض روح شما بیاید. جوانان عزیز، این برادر ما احسان، الله رحمت مغفرش بگرداند. این برادر در یکایک ما و شما همچون برادر بود. این مرگ برادر برای یکایک ما و شما چی باشد؟ عبرت باشد. یک حضرت علی به قبرستان در آمد، گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفت ای مردم قبرستان، سلام خدا بر شما باد، چه حال دارین؟ از قبرستان یگان آواز نیست. بعد حضرت علی چی گفت؟ گفت مردگان، گفت مالهاتون تقسیم شد، گفت مالهاتون تقسیم شد و زناتون شوهر کردن رفتن، از ما به شما هم که خبر هستی. گفت از شما چی خبره؟ گفت در خبر یگان چی نیست. از اون چی خبر میآید؟ حالی که وقتی که مردی در لحد تاریک ماندن تا بعد میفهمی که در اون لحد تاریک چی که خبر میشود. زمین هر روز 3 بار فریاد میکنه، میگه ای جوان مرد، ای جوانی که میگی که من الحمدلله حال یاش هستم، بعد طاعت میکنم، بعد نماز میخوانم، بعد روزه میگیرم، حالی ما نخ عرق بنوشم، ما نخ سیاحت بکنم، ما نخ در راهی غیر دین برم، لکن یک چیز میگن اجل. آیتی که برای شما تلاوت کردم، الله سبحانه و تعالی میگه که از مرگی که شما فرار میکنید، از این مرگی که شما در خانه در کرانتین بشینید بجا شوید، اگر که وقت ساعت بود چیز در بغیر از کرانتینم، اگر خدا اگر 1000 مسکن مخم بکنم، اگر وقت اجل که وقت بود چیز، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اجل که به سراغ ما بیاید، ما را نظر نمیکنه که تو چی از چند ساله هستی، یاش هستی، اردو حواس چی هستی و رفیقات کی هستی و چی مال اموال داری و در کدام دین هستی که نه اتباع میکردی، اجل میبرد. برای چی؟ الله خودش گفته یا محمد انک میت و انهم میتون. ای محمد، تو را مرگ میچشیم، امت مرگ میچشم، لکن از سبب مرگ چشیدن آخران آیتی که در قرآن نازل شد، حتی این آیت قلب پیامبر در تکان لرزون که ما کی هستیم که قلبای ما در تکان نلرزه. بیا ببینیم که این آیت چی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. بترسن از اون روزی که بازگشت شما به سوی کیست؟ الله سبحانه و تعالی. ای جوانا، این آیت حتی قلب پیغمبر در ترس لرزون. ما کی هستیم که نمیترسیم؟ به احمد جوانی نشیم جوانان عزیز.
امروز نگاه کردیم که اکثر جنازه ها میرم همه جوان هستن، همه یوشو مردسیان. آیا برای ما شما عبرت نمیشه؟ آیا برای ما شما وای نمی 5 ساعت نمیشه؟ امروز قلبای ما چنان سنگین شده که حتی برادرمون از اینا میگذرم سر قبرستان میایم لحظه میبینم پن نمیگیریم حالیم. برای چی؟ این قلب زنگین شدگی است. این قلب آب کردن در کارای بچه ها میکنی با قرآن، با تلاوت قرآن، با رفیقای زیبا. نه که رفیقایی که شما را برای زنا برن، نه که رفیقایی که شما را برای کاری بد ببرن. رفیق به شما رفیق است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که المرء علی دین خلیله فلینظر من یخالف. دوست در دین دوست است، پس نظر بکنه که دوستی من کیه جوانم، دوستی او کیه. الله سبحانه و تعالی برای یک ما شما میگه که اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. این آیت برای اون انسان هایی که در قصرها برن بجا میشوند، در دین قصرها بجا میشوند که بگن که مرگ ما را راه نکنه، لیکن اون ذات ذوالجلال، اون ذات پاک یکتا که ما را آفرید، چشم بینا داد، دستی روان داد، دستی گرا داد، پای روان داد، او الله میگوید که اگر در درون قصرها در کجا باشه بجا شود، اگر در ستاره بره بجا شود، مرگ شما را راه میکنه. حضرت مولوی چی میگه؟ به دنیا دل مبند، به دنیا دل مبند ایار که دنیا زار میماند، همه کس میرود یک خالق جبار میماند. کل من علیها فن و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه کس میرود، همه هیچ کس باقی نمیماند، فقط یک خالقی که ما را آفرید او باقی میماند. جوانان عزیز، امروز من میفهمم که ما همه در امروز برادری ما از دنیا که گذشت، برای ما هم ندا می شود که ای جوان مرد ترا منتظر باش که مرگ یک روز به سراغ ترا می بیاید. مرگ به سراغ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوره کشید. از دوره بیرون نقطه هامان اصحاب گفتن که یا رسول الله این دوره چیست و این نقطه ها چیست؟ پیامبر معظم اکرام صلی الله علیه و سلم گفت که این دوره گفت مرگ امتی من است، این نقطه ها گفت آرزوی حواس امتی من است که بسیار آرزو حواس میکنه، لیکن مرگ او را نمیمونه. مرگ چیکار میکنه؟ نمیمونه. جوانان عزیز، من سخن زیاد نمیگم برادران. قلب در برادری ما که از دنیا گذشت در حقش دعای خیر بکنید که پیامبر اکرم میگه که لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا. وقتی که مرده ها را شما گول کردید، کارهای بد چون باید نیارید، فقط کارهای نک چون باید بره و یا مقام ها چون گرفتم. ما چقدر جای حقمون میگیریم؟ چقدر؟ جوانان عزیز، آیا شما فراموش کرده هستی که شما خیال نکنید که در این قبر که ما را ماندم او برادر در راحت میمونه. حضرت عثمان رضی الله عنه وقتی می آمد قبر میدید بسیار ریش مبارک ترمش از گیره را میگفتن چرا حضرت گیره میکنی؟ میگفت با والله قسم هر کسی اگر از این قبر نجات بیاوه، از سؤال منکر نکن اگر رها بیاوه، اونسش بخیره. جوانان عزیز، در قبر که ما را سوال میکنن که من ربک، کس پروردگاری تو، من نبیک، کس پیغمبری تو، و من دینک، دین تو چی بود؟ ما باید چقدر جواب بدیم که کس پروردگاری تو؟ با کدام زبان جواب میدی؟ با یک نمازی که میخونیم دروغکی، با یک روزه که میگیری با جمعی نقصانهاش، آیا همین بندگی میشه؟ آیا همین با بندگی میشه؟ اسلام نازنین با یک نماز و با یک روزه نمیشود. اسلام تقوا داره، اسلام بسیار چیز زیبا داره. جوانان عزیز، در دنیا اگر تو الله را عبادت کرده باشی، در دنیا اگر ملاقات با اون ذات پاک یقین کرده باشی، تو با آوازی بلند میگی که رب من پروردگاری است که مرا خلق کرد. اگر دیم سوال بکنی که کیست پیغمبری تو، در دنیا اگر محمد مصطفی دوست داشتی و زنده کردی سنتشم پیروی از محمد کردی، با آواز بلند میگی که من امت محمد مصطفی هستم. اگر سوال کنی که در کدام دین بدی، اگر در دنیا اگر دین اسلام احترام کردی، دین اسلام حرمت کردیم، با مردم رفتار زیبا کردیم، با مردم معامله خوب کردیم، اسلام دوست داشتیم، قانون اسلام دوست داشتیم، پیروی کردیم، با آواز بلند میگی که دین ما اسلام بود. جوانان عزیز، نزد احمد ابن حنبل یک جوان نزد مثل شما یک جوان در آمد. نزد کی در آمد؟ احمد ابن حنبل. گفت که ای حضرت، گفت مرا نصیحت کن. گفت چی گفت؟ گفت مرا نصیحت کن. گفت من بچه جان ببینم که احمد ابن حنبل چی نصیحتش کرد.
این نصیحت نه فقط برای جوان مرد، برای یکی ما و شما. ما میبینیم که اکثر ما جوان آمدگیم، اکثر ما جوان آمدگیم. جوانان عزیز، اگر که ما جوان اصلاح شویم، ما اگر جوان اصیلا کردن باز بیستیم، ما اگر که ما مسلمان حقی شویم، در جوانی توبه کردن نشأه پیامبری است، در پیری توبه کردن نشأه شیطانی است. ما اگر در جوانی توبه کنیم، ما اگر در جوانی رو بسی خدا بیاریم، ما اگر در جوانی یقین ما به الله بکنیم، حتی شیطان در طاعت نم الله و نم اقسم و نه ایشان در حیرت نمیماند. شیطان در طاعت جوان مرد حیران نمونه که این جوان هستیم، داره برو زنا بکنم، عرق بنوشه، چی کارا غیر دین بکنم، لیکن جوان هست، در جوانی چیکار کرده است؟ طاعت عبادت الله میکنم. احمد بن حنبل گفت که بچه جان بشی، نشست شد 4 نصیحت کرد. گفت که ای بچه جان، گفت فالجنة حق فالراحة لماذا؟ گفت ای بچه جان، گفت اگر راحت جنت حق باشه، جنت جاودان اگر کیفیتش حق باشه، در دنیای 2 روزم چرا غم نمی طاعت عبادت نمیکنیم و خامر غفلت میمانیم، از طاعت عبادت ماندگی، از روزه و نماز ماندگی، چرا در دنیا غم نمیتی که در اون راحت جنت راحت بکنی؟ ای بچه جان، یکم چی گفت؟ جنت حق باشه، در دنیا استراحت نکن، در دنیا نماز بخون، روزه بگی، معامله زیبا بکن که در روز قیامت در جنت راحت میکنی. دیم سوالش بود که فالنار حق فالمعصیة لماذا؟ گفت ای بچه جان، اگر عذاب دوزخ حق باشه، پس در دنیا گناه کردن چی در کار؟ اگر دوزخ خدا حق باشه، عذابش در دنیا چه گناه میکن؟ امروز اکثر ما شما میدونم که زنا حرام، غیبت حرام، دروغ گفتن حرام، همه را میدونیم با چیکار میکنیم؟ عرق خوردن حرام، پیوا خوردن حرام، همه را میدونیم با میریم گناه میکنیم. آیا برای ما شما شرم حیا نیست؟ اون چیزی که میدونیم که الله حرام کرد، اون چیزی که میدونیم که الله رسول حرام کرد، چرا دست به حرام کاری خدا میکنیم؟ سیمش گفت که بچه جان، اگر رزق ما و شما ازلی باشد، فالبخل لماذا؟ بخیلی کردن به یکدیگر چی در کار؟ که فلانی بای است، فلانی کم بغل است، چی در کار؟ هر کس الله میگه میکنه موافق نیت عملش الله میکنه. 4م نتیجه همین بود که ای بچه جان، اگر تقدیر که حق باشد، فالخوف لماذا؟ اگر تقدیر نیکی بازی حق باشم، پس ترسیدن چی در کار از دنیا؟ یعنی که اگر که سبحان الله ما اگر یقینمون به خدا راست بکنیم، در قلب ما ترس نمیشه. الله خودش میگه ان الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. هر کسی که به الله ایمان بیارد، در دین الله استقامت بشود، اونها نه در قلبشون نه خوف است نه ترس. حضرت بلال در سکرات موت بود، در سکرات موت به شاگرده قضیه اهل آیلش گیره کردن. حضرت بلال گفت که چرا شما گیره میکنید؟ شاگرداش گفتن که آخی تو ما پدرود میگی، از دنیا میروی، گفتی شما غم مرا نخوری، غم خودت نبخوری. گفتن چرا حضرت؟ گفت که الحمدلله که دنیا را پدرود بگم، لیکن نزد عاشقان میرم، نزد محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میرم. گفتن چرا؟ گفت که از روزی که با محمد ملاقات شدم، از روزی که با محمد ایمان آوردم، از روزی که پیروی محمد شدم، هر کاری که پیغمبر محمد امر کرد همون کارا کردم و هر کاری که نهی کرد همون نکردم. من از مرگ نمیترسم. شما برای وجدان خودتون بگید که شما چه میمری؟ یعنی که از راه محمد که ما راه محمد چی بود؟ الله میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چیزی که الله رسول برای ما و شما امر کرد، ما باید اون رو بکنیم و هر کاری که رسول و الله مهربان نهی کرد، ما باید ارو چه کنیم؟ دست بجوییم. جوانان عزیز، سخن زیاد نمیگم ان شاء الله. آوردن نه؟ خداوند در آخر دعا میکنم که خداوند سفر این برادر ما و شما را عاقبت سفرش بخیر بگردانه. دعا میکنم که الله مهربان سؤال منکر نکرد در زبان این برادر ما جاری بگردانه. خداوند باقی مانده فرزنداشه عمر با برکت، حافظ کل قرآن بگردانه و اهل عائلش پروردگار صبر جمیل عطا بفرسته و پدر مادرش الله مهربان صبر جمیل بتیه. الله مهربان این برادره که ای الله پاک خاص به خاطر آمدن که همون جنازه را بخونن، همون ثواب که خیرات الله مهربان در نامه اعمالشون نوشته بگردان. ای بار پروردگار ما نداریم غیرت کسی، یا الله گناه ما را عفو بگردان
ای بار پروردگار زبان های ما را با قلبمون یک بگردان. الله مهربان در این دنیای فانی آخران کلمه ما را با کلمه شهادت بگردان. ای بار پروردگار این برادر ما را خداوند رحمت مغفرت بگردان و اون کارهایی که خیر کرده بود خداوند در نامه اعمال نوشته بگردان. الله پاک قبرش پرنور بگردان، قبرش یک از باغ‌های جنت الفردوس بگردانم و جمله امتیم در این قبرستان چه اپا و خواهر و چه برادر ما خواب هستند خدا همشون رحمت مغفرت بگردانم. خدا در خاندانشون سر جنت بفرسته و این قبرستان که آمدیم برای یکی ما شما عبرت بشه و که یک روز ما هم از دنیا میرویم. ما باید در حق اینها دعا بکنیم. جوانان عزیز خداوند با دعا خداوند سفر ما در بخیر بگردانم. خداوند یا الله پاک ما دست مسیح خودت نبرداریم، ما را ناامید مگردان. الله پاک یا الله ذوالجلال این برادر من احسان الدینم اون کارهای خیر کردگیشم و اون حج کردگیشم و اون نیتی که خداوند در نامه اعمالش نوشته بگردان، قبرش پرنور بگردان. الله مهربان باقی مانده فرزنداش و پدر و مادر شو خیشته باراش و رفیقاش خداوند سر جلیل بتیم. ای الله مهربان این وبا که به سر ما آمد الله مهربان این درد غم از سر عالم دور بگردان. الله پاک بیمارا را شفا بده، به توفیق بده. الله مهربان ما را قلبمون بازمون یک بگردان. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا. ای بار پروردگار عاقبت کار ما را بخیر بگردان. ما را از زمین آفت‌های زمینی آسمان نگه بدار. ای بار پروردگار اللهم یا مقلب القلوب، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. ای صاحب دلها قلبای ما در دین خود استوار بگردان برحمتک ارحم الراحمین.